دوستان عزیز سلام، خوش اومدید به این ویدیو. پاول دوروف خالق تلگرام اخیراً اومده از یک هوش مصنوعی غیر متمرکز رونمایی کرده که پیام‌هاش به صورت کاملا رمزگذاری شده است و هیچ کسی نمیتونه بهشون دسترسی داشته باشه. اینا برای حریم خصوصی کاربران در نظر گرفته. به این صورته که هر کسی میتونه با اون کارت گرافیکی که خودش داره به شبکه بلاکچین تون وصل بشه و قدرت پردازنده کارت گرافیکش رو در اختیار شبکه بذاره و در ازای این قدرتی که داره به شبکه میده میاد و تون کوین استخراج میکنه. حالا چیزی که خود پاول دوروف اومده گفته تقریبا $100 در ماه، که حالا اشاره نکرده دقیقاً برای چه کارت گرافیکی $100 در ماه پرداخت میکنه، ولی خب مسلما احتمالاً منظورش با کارت گرافیک های میان رده به بالا بوده که شما میتونید یک کارت گرافیکی حالا خودتون دارید یا کامپیوترتون داره در اختیار شبکه بذارید و به شبکه وصل بکنید و حالا هر چقدر که شبکه از اون پردازنده شما استفاده میکنه در ازاش میاد بهتون تون کوین پاداش میده. اگه بخوام خیلی ساده برای کسایی که حالا نمیدونن بلاکچین چیه توی خط توضیح بدم، ببینید شما وقتی با یه هوش مصنوعی صحبت میکنید در واقع شما یه سری دیتا و اطلاعاتی از خودتون به هوش مصنوعی میدید، هوش مصنوعی اونا رو ذخیره میکنه و بعد میاد روی اونا پردازش میکنه و یه جوابی رو به شما مستقیم میده و اینجوری اطلاعات شما ممکن حالا دوست نداشته باشید یه اطلاعاتی رو به هوش مصنوعی بدید یا اون اطلاعات رو راجع به شما جمع بکنه. اینجاست که هوش مصنوعی غیر متمرکزی که الان پاول دوروف اومده معرفی کرده اینجوریه که پیام شما رو رمزگذاری میکنه و به یه سری بسته های کوچیک تبدیل میکنه. این بسته های کوچیکو که بهش میگن بلاک، هر کدوم رو به یکی از این نودهای شبکه ارسال میکنه و اونجا اون پردازنده که حالا توی اون نود شبکه هستش با اون کارت گرافیک میاد اون اطلاعات رو پردازش میکنه و اصطلاحاً اون بلوک ها رو استخراج میکنه و جواب اون چیزی که استخراج کرده رو به هوش مصنوعی میفرسته. هوش مصنوعی هم بعد از اینکه اون بلاک ها رو دریافت کرد و نتیجه رو پردازش کرد، جواب رو دوباره میاد به صورت بسته های کوچیک در میاره و به همین نودهای شبکه ارسال میکنه و اونها هم دوباره جواب رو که به صورت رمزگذاری هست به سرور اصلی که شما هستید حالا اون پیامو دادید میفرسته. این وسط کسایی که حالا اینجا این نودهای شبکه رو دارن، یعنی کارت گرافیکاشون رو در اختیار شبکه گذاشتن برای پردازش، میان و یک مقدار از توکن اون شبکه رو به عنوان پاداش دریافت میکنن. یعنی هر باری که یک بلاکی رو استخراج میکنن یک مقدار تون کوین به عنوان پاداش شبکه بهشون میده.